دفتر کار حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان را در نویه 5 دزد زده است. در این باره روز 6 اپریل سال 2023 فرش خبر داد. بنا به اطلاع نشریه، غارتگران شب 15 مارس سال جاری با راه پنهانی وارد بنای نو حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان شده، از آنجا تلویزیون، نوتبوک، 2 عدد کامپیوتر با 2 عدد مانیتور را به یغما بردند. رئیس کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در نویه 5 کریم جان فیض‌زاده در صحبت با فرش دزدی تجهیزات کاری ادارهشان را تصدیق کرده و گفت که حادثه شب 15 مارس سال روان رخ داده است. من فوراً طریق مکتوب به مقامات های حفظ حقوق نویه، بعدا شخصا به کمیته اجرایی حزب ولایتی تلفنی خبر دادم. از جانب مقامات ملی تفتیشات ادامه دارد. تشخیصگران از دست دزدان را گرفتند، اما با گذشت قریب 1 ماه جنایت آشکار کرده نشده است. تجهیزات کاری دزدیده شده کونه بودند و حدود 4000 سامانی ارزش داشتند. به اداره نو حزب ماه سپتامبر سال گذشته کوچیدیم و تا هنوز بنا دوربین‌های نظارتی نداشت. ابراز داشته است رئیس حزب حاکم در نویه 5 کریم جان فیض‌زاده. سردار مرکز مطبوعات ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان آفاق قادریان در صحبت تلفنی از حالت دزدی اظهار بیخبری کرده گفته است در این باره به او معلومات نرسیده است. سردار شعبه کارهای داخلی نویه 5 بهرام شاکرزاده در یک صحبت کوتاه تلفنی پس از معرفی و اظهار منظور خبرنگار فرش تلفنش را قطع کرده از شر قضیه سر پیچیده است. فرش یادآور شده است که قبلا هم دزدی اشیا و تجهیزات از اداره‌های حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در نواحی جیهون، شهر توز و کوشانیان ولایت ختلان به خود گرفته شده بود. از این بین رئیس کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در نویه شهر توز حامد جان شریپوف دزدی از بنای حزب را در این نویه در تابستان سال گذشته تصدیق کرده خبر داده است که کارمندان میلیشیا بر اساس ثبت دوربین‌های نظارتی بنا دزد را معاین و دستگیر کرده تجهیزات دزدیده شده را به آنها برگردانیدند. حزب خلقی دموکراتی که رئیسش پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان در میانه‌های سال‌های 90 تأسیس یافته در حال حاضر بزرگترین حزب سیاسی تاجیکستان به شمار می‌رود. مسئولانش هنوز چند سال پیش درباره از مرز 5 میلیون نفر گذشتن شماره اعضای حزب خلقی دموکراتی خبر داده بودند. اکثر کرسی‌های پارلمان و همچنین اکثر منصب‌های دولتی را در تاجیکستان نمایندگان این حزب در دست دارند.